اطفال نازنین و دوست داشتنی سلام، امیدوار هستم صحت و سلامت باشین. به چینل درسی امروزتان خوش آمدین. امیدوار هستم چینلتان را لایک کنین، به دیگه اطفال شریک کنین و سابسکرایب هم فراموش نکنین. درس امروزی خود را باز هم شروع میکنیم با کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما یاد گرفتیم که همیشه کار نیک خدا، درس خدا با چی آغاز میکنیم؟ با کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم، چون ما شکر مسلمان هستیم. درس امروز ما درس هفتم است، یعنی ما با هفتمین حرف الفبا رسیدیم و حرف الفبا را یاد میگیریم. حرف امروز ما هست چه. چه در بین خود 3 نقطه داره. چه در بین خود 3 نقطه داره و مثل حرفای دیگه 3 آواز داره. چه، چه، چو. چه، چه، چو. حالا ببینیم که در کدام کلمات چه صدای چه را میده. ما براتان بعض کلمات انتخاب کردیم با تصاویر بسیار مقبول. چه چتری. شما میبینید که در اینجا چه خوب چتری های مقبول رنگارنگ است. حتما شما چتری دارین که در باران از او استفاده میکنین. چه چتری. چه چتری. اینجا ببینید که در باران کسی است که چتری به دست گرفته. چقدر چتری مقبول است. چه چتری. چه چتری. باز هم چه در کدام کلمات استفاده شده و چی آواز داره؟ چه چوکی. چه چوکی. شما چوکی های بسیار مقبول میبینین، هم چوبی هستند و هم پلاستیکی. چه چوکی. چه چوکی. میبینید که در شروعش حرف چه آمده. چه چوکی. چوکی و چه تلفظ میشه. چوکی. باز ببینیم که حرف چه در کدام کلمات مورد استفاده قرار گرفته. در شروع کدام کلمات چه باز هم آمده. چه چپلی. چه چپلی. شما میبینید چپلیک های چقدر مقبول است. چپلیک های رنگارنگ. چه چپلی. و حالا ببینیم که چه در کدام کلمات چه را میده. چه چپس. چه چپس. میبینیم در سر چپس در شروع کلمه چپس چی آمده. چه چپس. من میفهم که شما چپس بسیار دوست دارین، اما همیشه نباید تنها چپس بخورین. ترکاری باب هم لازم است تا بخورین. حالا ببینیم که چه در کجا صدای چو را میده. چو. چه چوری. چوری های رنگارنگ و مقبول میبینید. آبی، سرخ، سبز. چه چوری. و این هم چوری های طلا. چه چوری. و باز هم حرف چه آواز چو را میده. چه چوب. چه چوب. چه چوب. میبینین چوباره در ساختمان ها به کار میره، بر ساختن الماری، بر ساختن دیگه لوازم، بر ساختن کلکین، دروازه ها ازش استفاده میکنن. و حال ما ترانه چی را میخوانیم. ترانه چی را ما براتون میخوانم و بعدا شما هم همراه ما یک جای بخوانین. چه چوری. چه چوری.
دو دانه چوری دارم و پایم چپلی دارم. گودیگک چوچگک نشسته در خانگک. دو دانه چوری دارم و پایم چپلی دارم. گودیگک چوچگک نشسته در خانگک. شما میبینین که در چوری، در چپلی و در چوچگک، چوچه دو بار کدام حرف آمده؟ حرف چه آمده؟ و حال شما همراه ما یک جای این ترانه را بخوانین. دو دانه چوری دارم و پایم چپلی دارم. گودیگک چوچگک نشسته در خانگک. آفرین، بسیار مقبول خواندین. درس امروز ما به پایان رسید. یک صفحه از حرف چی در کتابچه هایتون بنویسین و مادر جان و پدر جان تا نشان بدین. یا خدا حافظ.